سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب اگر باری اول باشه در کانال حتما ابونه شید، درس‌های خوب است استفاده کنید. خب ما دوام میدیم درس زبان انگلیسی خود را، جمله سازی را و 20 همان جمله را. خب و در این درس من جمله های تاجیکش را نویسم که برای ترجمه کردن با ما آسان‌تر شود. زیاد فکر نکنید. خب یکم جمله‌ای که ما می‌خوایم ترجمه کنیم، ما در ایستگاه واخوردیم. ما در ایستگاه واخوردیم این زمانی گذاشته میباشد بچه‌ها و چه خیلی میگوییم ما میشود وی واخوردن میت مت بچه‌ها میت خودش زمانی عادی شه و مت زمانی گذشتهش. ما واخوردیم وی مت در ایستگاه at the station. At the station. We met at the station. عذر برای تشویش. خب مثال یک کس را ناراحت میکنید، با یگان حجره میدارید یگان چیز، میتونید از همین عذر برای تشویش میگویید مثلا. و این را چی میگوییم ما؟ sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. مثلا شما وایگون که سوال کنید که من در جستوی مثلا من این سه نقطه را گذاشتم که یعنی در جستوی یگام جای یگام چیز هستم، مثلا چی میگوید؟ من هستم در جستوی I am looking for مثال something، برای یگام چیز. خب مثال برای مثال I'm looking for برای مگزین. اگر من در جستجوی مگزین هستم چه میگه؟ I'm looking for the store. I'm looking for the store. یا اینکه چه گوییم که ما مثلا چطور به یگام جای رسیدن، یعنی که چه به یک جا رسیدن، به یک جا راه رو پرسیدن، مثلا چه میگیم؟ میپرسیم how do I get to، بعد همون جای خطا میگه how do I get to، مثلا اینجا میتونیم to the store بگیم، مثلا to the، مثلا با مرکز بگیم چطور با مرکز رسیدن ممکن است، مثلا how do I get to the center. خب دیدین بچه‌ها یگان مشکلی ندارد. و اگر بگیم که من تشنه‌ام چی میگویم؟ I am thirsty. من تشنه‌ام. شما نیز به مثل من نویسید، کمکتان میکند و در خاطرتان میایستد. خب ششم مثال، چگونه شما این کلمه رو استفاده میکنید؟ در اینجا هم چگونه خودش how میشود بچه‌ها. how شما استفاده میکنید do you use this word. این سوال بوده بچه‌ها. How do you use this word? How do you use this word? و بگیم که چقدر پول شما دارید. چه میگیم؟ در اینجا هم چقدر خودش how much میشود بچه‌ها. How much پول money. How much money do you have? How much money do you have? How much money do you have? چقدر پول شما دارید؟ اگر شما گویید که مثلا در جا من پول زیاد با خودم ندارم چه میگویید؟ I don't have much money. Much money
در خودم یعنی با همراه خودم چی میگیم on me میگیم I don't have much money on me یعنی در خودم پول زیاد ندارم. خب نه مثالی ما بچه‌ها من پول زیاد مصرف کردم چی میگویم مصرف داشته می باشد یعنی من پول زیاد مصرف کردم این زمانی گذشته می باشد و میگویم که مثلا I spend فعل عادی است یعنی زمانی گذشته است و spend کشید زمانی گذشته شد spend این زمانی عادی است یعنی spend زمانی گذشته فعل نادرست است. I spend من پول زیاد مصرف کردم a lot of money I spend a lot of money. کی را تو دوست می‌داری؟ چی میگوییم؟ کی را تو دوست می‌داری؟ Who do you love? سوال میدیم. Who do you love? کی را تو دوست می‌داری؟ و اگر بگیم که کی تو را دوست می‌دارد؟ Who loves you? در اینجا از did یا اینکه does do استفاده نمی‌کنیم برای که این who خودش شخصی سیومی حساب می‌رود و برای همین who loves you میگیم. کی تنیس بازی کرد؟ کی خودش گفتیم بچه‌ها who میشود؟ he زمانی گذشته played tennis. Who played tennis? کی دیروز کار کرد؟ این هم زمانی گذشته می شود. who بچه ها کی می شود گفتیم؟ کار کرد worked yesterday. Who worked yesterday? و چهاردهم کی دوست می‌دارد بر وقت خستن را یعنی بر وقت بیدار شدن را. این هم بچه‌ها کی میشود؟ who دوست می‌دارد who likes to get up early. این سوالی است. who likes to get up early. و اگر در یگانجا خوراک شما را دزدیده باشم و اگر شما سوال کنید که کی خوراک من را دزدید چه میگویم؟ who stole زمانی گذشته steal میباشد بچه‌ها steal هم دزدیدن میشود. who stole my food. این سوالی است. بله کی به میلیسیا زنگ میزند؟ و پلیس یا میلیسیا زنگ میزند. این هم زمانی کمتر آینده میشود یعنی کی به میلیسیا زنگ میزند یعنی زنگ زدن کمتر دیرتر یا آینده تر میشود بچه‌ها. میگویم که who will call the police. کی او را بوسه کرد؟ این هم زمانی گذشته میشه. کی او را بوسه کرد؟ who did کی او را بوسه کرد؟ who kissed he. کی او را بوسه کرد یعنی بچه که اون کس بوسه کرده. who kissed he. او کی را بوسه کرد یعنی کی او را بوسه کرد. اگر بگیم چی میگیم؟ او کی را بوسه کرد یعنی اون پسر کی را بوسه کرد. who did he kiss. و اگر بگیم کی به تو گفت که من تو را دوست نمیدارم چه میگیم؟ who told
you that I don't love you. کی با تو گفت که من تو رو دوست نمیدارم. Who told you that I don't love you. و 20 ما کی تا 20 رو دوست میداره؟ چی میگیم؟ این هم عادی. Who likes summer. Who likes summer. خب دوستان این بود 20 از جمله زبان انگلیسی ما. امیدوارم که شما از این درس بهره برده باشید و فکرهای خودتون رو در کامنتر نویسید. اگر یگام سوال باشد و یگام پیشنهاد از درس ها باشد برای ما حتما گویید و ما کوشش میکنیم که به شما پیشکش کنیم. تا درس های دیگر موفق سربلند باشید.